شاید باورتون نشه ولی با گذشت 12 13 یا شاید هم 14 سال کار توی رشته گرافیک و درس خوندن توی این رشته هنوزم هستن آدمایی که تا وقتی منو میبینن میگن دقیقاً داری چه کار میکنی؟ بریم یکم راجع به رشته گرافیک بدونیم. سلام، من رضوان البرزی هستم، طراح گرافیک. به آرگراف خوش اومدین. خوشحال میشم که لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین، زنگوله رو روشن کنین تا ویدیوهای جدید که میذارم ببینید. گرافیک دیزاین ایجاد محتوای بصری برای برقراری ارتباطه. این برقراری ارتباطه باعث ایجاد طراحی میشه در وهله اول، نه هنر. گرافیک دیزاین از ترکیب عناصر مختلف بصری، لوگوها، تصویرسازی‌ها، تایپوگرافی‌ها و صفحه‌آرایی‌های مختلف و پیچیده تشکیل میشه که بتونه هدف و یک مفهومی رو انتقال بده. رشته گرافیک دیزاین خیلی مهمه چون علاوه بر این که باید یک معنا و مفهوم پیچیده یا سازماندهی کنه و به قابل درک ترین حالت ممکن ارائهش بده، باید از نظر بصری هم خیره کننده باشه که الان هنر میاد وارد کار میشه. اینم لازمه بگم بدون اینکه خودمون بدونیم در طول روز خیلی با این رشته سر و کار داریم و همه جا داریم شاخه‌های این رشته رو میبینیم و باهاشون کار میکنیم. همین اپلیکیشن های مختلفی که توی گوشیامون هست، سایت های مختلف، تبلیغات شهری، لوگوها، کتاب‌هایی که داریم استفاده می‌کنیم و صفحه‌آرایی اون کتاب‌ها و تصویرسازی‌ها، همه اینها رشته گرافیک هستن که خودمون خبر نداریم. ریشه کلمه گرافیک از یک کلمه یونانی به اسم گرافیکاس میاد که به معنا و مفهوم نوشتن و نگارش اشاره داره. این از ریشه کلمه گرافیک. به تاریخچه رشته گرافیک هم توضیح بدم چون از خود من بارها سوال پرسیده شده که رشته گرافیک چطوری به وجود اومده، چون رشته خاصی از نظر خیلیا و این سوالو همیشه از من میپرسن. لازمه به وجود اومدن صنعت چاپ و اختراع دستگاه چاپ، ارتباط بصری و نحوه ارتباط برقراری بصری و ویژوال برمیگرده به نقاشی‌های قاره‌ها که حدود 38,000 سال قبل از میلاد مسیح به وجود اومدن، که این نشون میده که انسان از همون اوایل به وجود اومدنش علاقه زیادی به هنر و ذوق هنری داشته. هنوز که هنوزه، البته تاریخ شناسان هنوزه دقیقا نمیدونن این نقاشی ها با چه هدف و مفهوم و ارتباط برقرار کردنی کشیده شدن، ولی یه جایی مثلا یه حسایی زده بودن که مثلا وقتی که میخواستن فرداش برن شکار اون نقاشی رو میکشیدن که حالا توی اون شکار فردا بتونن موفق بشن و پیروز بشن بر اون حیوان درنده و یکم ببخشید حالت سحر و جادو هم بوده براشون. حالا مثلا شاید این که میگن که هدفاتو بنویس، اون کوچا میگن هدفاتو بنویس 90%ش به واقعیت میپیونده، از همین ریشه و باستان ما نشأت گرفته باشه. خب بعد از اون حدود 3000 سال قبل از میلاد مسیح سومریا اومدن اولین خط رو که حالت نوشتاری بوده و آوایی نبوده رو اختراع کردن که حالت لوگوگرافی داشته و برای نوشتن اون اسناد و موجودیاشون به کار می بردن. و بعد از اون چینی ها اومدن روی چوب ها یه سری نقش برجسته ایجاد کردن که از اون نقش برجسته ها برای چاپ روی ابریشم و لباس و بقیه چیزا استفاده می‌کردن. پکن اومد اولین ماشین چاپ متحرک جهانو که با استفاده از ظروف چینی بوده و صدها سال قبل از چاپ گوتنبرگ بوده رو اختراع کرد و استفاده کرد. حالا میرسیم به قرون وسطی که تایپوگرافی و حروف نگاری و صفحه آرایی اهمیت زیادی پیدا میکنه. چرا؟ چون کتابا به حالت نوشتاری و دستنویس و حالت خوشنویسی طور نوشته میشدن و صفحه آرایی و خوشنویسی اهمیت زیادی پیدا میکنه. و بعد از اون در قرن 15 میلادی
یوهانس گوتنبرگ اومد اولین ماشین چاپ جهان رو اختراع کرد که شروع تایپوگرافی مدرن هست. حالا که ماشین چاپ اختراع شد چه اتفاقی میفته؟ مردم زیادی میان از این کتاب استفاده میکنن و همینطور سوادآموزی زیادی فراهم شده برای توده زیادی از مردم و ارتباط بیشتر این کتاب ها باید با مردم برقرار کنن. الان چه اتفاقی میفته؟ الان هدف تجاری ایجاد میشه. در انقلاب صنعتی که اگر اشتباه نکنم بین سالهای 1760 تا 1840 میلادی اتفاق افتاده، فناوری جدیدی میاد به صنعت لیتوگرافی اضافه میشه و این امکانو به صنعت چاپ میده که خیلی بتونه مثلا کارهای متنوعی ارائه بده. اولا با جوهر تک رنگ بوده و بعدش جوهر و مرکب رو به اون فلز یا چوبی که میخواستن چاپ کنن اضافه میکردن، جوهرهای بعدی و دوباره روی کاغذ و یا اون پارچه اضافه میکردن و همینطور رفته رفته مثلا تایپوگرافی ها بزرگتر و جسورتر شد، پوسترها به وجود اومدن و تبلیغات ایجاد شد و همینطور جنبش های مختلف هنری به وجود اومد که این جنبش ها که به وجود اومد به شدت روی روند طراحی تاثیرگذار بود. جنبش های خیلی متنوعی بود، مدارس خیلی متنوعی به وجود اومد که حالا توی ویدیوهای مختلف راجبش صحبت میکنم. خب بعد از اون در سال 1950 جهان وارد یه عصر جدیدی میشه و اونم عصر دیجیتاله و با به وجود اومدن رایانه ها و نرم افزارهای مختلف و اینترنت رشته‌های مختلفی توی حیطه گرافیک به وجود اومد. UX، UI، طراحی محصولات دیجیتال، همه اینا از این قبیلن که راهو هموارتر کردن برای رشته گرافیک و ارائه اون موضوعات. با همه اینها رشته گرافیک 2 تا عنصر ثابت داره. اولیش همون ارتباط برقرار کردنه و دومیش این که این رشته همچنان در حال تکامله و امروز هم میبینیم که هوش مصنوعی چقدر توی این رشته دست برده. در کل یک طراح گرافیک با استفاده از این اصول طراحی و عناصر مختلف طراحی، تایپوگرافی، تصاویر، لوگوها، میاد یه سازماندهی برقرار میکنه که بتونه داستان یک برند یا محصول رو به راحت ترین حالت ممکن به بیننده انتقال بده. خیلی ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودین و این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که بتونین ازش استفاده کنید و اگر میخواین وارد این رشته بشین و توی این حیطه کار کنین بهتره که یه کوچولو راجع به تاریخچش بدونین. فعلا خدا نگهدار.